سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما می‌خواستیم با شما قسم‌هایی که کد HTML رو ما وقتی نویسنده تقسیم میکنیم و چقدر اساسا قاعدوی ما میتونیم همین چیزا رو تقسیم کنیم و وقتی که یگام انسان کد ما را خواند بفهمه که در کدام قسم چی کد ما واقعا چی انفورماسیون در کجا واقعا همین چیزا با شما میآموزیم. و برای این من سایت استک اوورفلو و برای شما کشیدم تا اینکه هیجان نگاه کنیم قسماش را چیکار کنیم فهمونیم با شما. اولین قسمی که تقسیم کردگیان برای که فهم باشد برای وقتی کدام رو می‌نویسیم این اولین قسمش چیه؟ هیدر می باشد. هیدر در کجای وبسایت واقع هیدر همه قسمی بالایی وبسایت را چیکار میکنن هیدر میگن. در هیدر چی چیزا واقع شده میتونه در هیدر لوگو میتونه شده، ناوبر میتونه شده، چیزی پویسک میتونه شده و یکم دیگه چیزا که نمیخواد شما چه خیلی دیده هستند اینجا. در اینجا از ما می‌نویسیم چی گفتیم لوگو رو میتونیم در باید کنیم، ناوبرمون میتونیم و چیکار کنیم مثلا سرچ بنویسیم که اون قسمی چیزی پویسک نکه که یکم چیز در وبسایت همون پویسک میکنیم همون را چی در اینجا داخل کردن میتونه و یکم سرلوح ها یکم چیزا که دیگه هسته شاید در اینجا چیکار میکنیم در باید میکنیم با مانند هم ناوبر بودیم اساسا ناوبر بگیم بسه. و بعد این دیگه قسمی که تقسیم کرده گن این قسمی ناو میباشه. ناو اساسا همین ناوبره که در اینجا گفتیم همون در درون این ناوبر چه چیزا واقع میشه و در کجا جای گیره. در درون هیدرمون چقدر شما دستیم ما ناوبرمون رو واقع کردگیم همین ناوبرمون از چه چیزهایی عبارته. ناوبر در اساسا سیلکایی که دیگه صفحه های همین وبسایت ها مونده بریم مثلا درباره مونده رفتن باشیم about همه چقیم فور تیمز رفتن باشیم مجیقیم چیکار میکنیم میریم همجا در ناوبر همین چیزها را چیکار میکنن انفورماسیون را داخل میکنن و از می نویسیم. در اینجا مثلا اگر وبسایت ما در کلمه هوم باشه که صفحه اصلی رفتن در کو باشه همون را می‌نویسیم یا اینکه about داشته باشه یا اینکه کانتکت و غیره ها هم چیزا را چیکار میکنیم همین کلمه را در قسم ناوبر ما داخل میکنیم. و دیگر قسمی که تقسیم شده سوم قسمش قسمی مین می باشد. در قسم مین چه چیزا واقعه؟ در قسم مین با دو قسم دیگه در درونش یکیش سکشنه و دیگریش آرتیکل. واسه میشه آرتیکل. در سکشن و آرتیکل چه چیزا نوشته میشه در وبسایت های استک اوورفلو ما باش میفهمونم. چقدر که شما دسته همینجا در یک آدم نوشته که اکینات HTML ایونت هم خیلی و در اینجا هم خیلی چیزی را که کد شای امورا پرتفتگیه و تو اینکه اگم کسی اردامش کنه در اینجا همین قسمی که همین مردک همین آدم نوشتگیه همینجا در ایرا در سکشن داخل میشه چیزی که همین آدم سوال دوسته همین اوید با همین موضوع اساسی موضوع همینجا در سکشن هستش دیگه. و قسمی answers که آدم ها جواب داده گین همین آدم در هر یک تاییوش بگیم چیه در قسم آرتیکل داخل میشه یعنی اساسی انفورماسیون نیست نه که داخل داره با همون یکم در اینجا ما میتونیم آرتیکل در اساسا با یکم چخالی که کانتکت یا در یکم بلاگ پست وقتی میپرتوین صورت براته همه را میتونیم هر یک آرتیکل بگیریم یا اساسا هم خیلی کارو در کار میشن و شما چی نشین علاقه نشین ولی در درس‌های آینده وقتی که ما وبسایت را میسازیم ما همه یا را استفاده میکنیم و تا اینکه وبسایتی زیبا سازیم با قاعدوی. دیگر قسمی که تقسیم شده اساید می باشه. اساید در کجا واقعه؟ اساید ساید بر را اساسا میگن. اینجا ما در این صفحه دو ساید بر دیده میتونیم که یک طرفی ساید بر چپ left ساید بر و right ساید بر. در قسم left ساید برش چه یک چند لینک های برای جخیم رایم همون صفحه که create a team و غیره ها و در طرف راستش اساسا بعضا اینجا در رکلام و چیزا را میمونن اینجازی انفورماسیون و دیگر چیزا را چیکار کردن در جا موندگی سوالا و یا چند چیزهای دیگر ما میتونیم اساسا
در طرفی راستش خمون اگر وبسایت خمون باشه رکلام کنیم در جای اگم چیز رکلام ها را پرتایم در جای اگم لینک های سایت برا را بگذاریم به ماننده همی استیک اوورفلو و در اینجا خواهی منویسیم چی سایت بر منویسیم اساسا خواهش ما اختان فهمین که طرف چپ و راستش فرق نداره و قسمی دیگرش که هسته آخران قسمش این فوتر می باشه. فوتر چیه؟ یک جایز وبسایت واقع فوتر قسمی پایانی وبسایت این جایی که همه یک چند لینک های در اینجا یعنی کانتکت اساسا چند چیزا رو در اینجا می‌نویسن ادرس هم می‌نویسن اینجا در شاید از ادرس شما نبینین نه که نه ادرس نوشته که بده اینجا رو محکم کردیم در اینجا ادرس هم می‌نویسن که داخلش تگیان حلش کردگیان اساسا همی وبسایت در ازمینین یا همین چیزا را منویسن در اینجا ادرس نبوده فقط ازمینینش بده و این اینجا یک چند لینک های اینستاگرام و فیسبوک و دیگر چیزا نوشته شده و دیگه ایستش شما خودتون در برای وبسایت خودتون نگاه میکنین خواهین ادرس داخل میکنین در فوتورش خواهین لینک ها را کانتکت ها را و غیره ها را ما در اینجا منویسیم که چه چیزا را ما میتونیم داخل کنیم ادرس میتونیم با چی چیزا گفته میتونیم لینک میتونیم مونده میتونیم کانتکت ها را بنویسیم مثلا با ما تماس گیرید نمرمون رو میگذاریم یا اینکه میگم پشتمونه تا اینکه با ما نویسن کانتکت ها را و غیره بنویسیم سه نقطه میگذاریم همین چند قسمی که اینجا گذاشتیم حاضر حساب شما میکنیم یک قسم دو قسم سه قسم 4 5 6 7 قسم اساسا تقسیم شدگیان تا اینکه وقتی ما خواهیم اینفورماسیون هیدرمون نگاه کنیم هیدرمون چیکار کنیم در کد بدرویم سرازو رفته همه تگ المنت هیدر درونش نگاه کنیم تا اینکه بیایم سرازو اینفورماسیون مونه یا که اگر خواهیم یکم اینفورماسیون مین مونه نگاه کنیم سرازو بیایم همه المنت مین در اینجاش نگاه کنیم یکم اینفورماسیون در کارمون بیایم تا اینکه گم نکنیم اینفورماسیون برای همه تقسیم شدگی به همه قسم‌ها و در آینده وقتی که ما وبسایت با شما میسازیم ما این چیزا را استفاده میکنیم تا اینکه قاعدوی وبسایت خودمون سازیم و زیبا سازیم با همین درس امروزه به پایان میرسانیم امیدوارم که با شما همه چی فهمو بود اگر یکم چیز نفهمیده باشین در زیر نویسین ما حتما دیده جواب میتیم و اگر یکم سوال دیگر داشته باشین شما که مثلا خیلی یکم چیز دیگر را سازن یا اینکه استفاده بردن یکم برنامه و یکم بازی ساختن یکم چیز در پایان نویسین ما حتما دیده یکم درس ویدیو میکنیم و شما حتما میفهمونیم تا درس دیگر خدا نگهدار